اومدیم با یه چالش دیگه. میخوام چند تا سوال از مامانم بپرسم ببینم چی میگه. راستش بگم دیگه. آره دیگه مثل صندلی داغ باید راستش بگی. تا حالا عاشق شدی؟ یس. چند سالگی عاشق شدی؟ من 11 سالم بود عاشق شدم. گفتی راستش بگو صندلی داغ من دارم همه رو میگم ها. 11 سالگی؟ آره. چه خبره؟ دیگه مثل الان نبود که مادر من، مثل الان بود مگه بچه‌ها موقع رقت میشد اعتماد کرد که. بعد ما میومدیم یه اس ام اس میدادیم میگفتیم الان اس ام اس نده من دارم فردا میرم مدرسه اومدم خودم به پیام مینداختیم زیر مبل میرفتیم. چون با خدا عاشق کردم دوست نداشتم تو خلاف کنی آقا می‌کشتم. خلاف اما خطا می‌کردید پیام بپر یا پیام بس یعنی چی آقا مسئله بس یعنی چی آقا. چون من تجربهش داشتم دوست نداشتم توی کارا رو بکنی. میام خانم بیایم و مامان. میام بیایم بعد. بهش کو پاشو شکستی. خب دیگه یه خاطره بچگیات برام تعریف کن. اون خاطرهایی که برام تعریف می‌کردی خیلی خنده‌دار بود. یه دوست داشتم مریم، یه روز با هم گفتیم ما خیلی فلفلی داشت، اینقدر وز بود که نمیتونست شوره کنه. وای اگه ببینیم میفهمه که من دارم در مورد اون حرف میزنم. آقا جان ما داشتیم رفتیم حموم عمومی رفتیم اون موقع. گفتم خیلی چی بیام من خودم میخوام مواد کوتاه من 11 سالم بود. گفت بلدی نه آره با من خودم قشنگ موهای خواهرم خودم کوتاه میکنم. من الکی رفتیم حموم سر گفتم مواد بشور قشنگ. آقا موهاشو همه اینجوری جمع کردم آوردم گفتم اینجا. خب از اینجا قیچی رو از اینجا انداختم. بعد کوتاه کردم. بعد داد بالا پشتش اینجا و اینم اینجا. یعنی اونم دوست پسر داشت؟ آره یعنی نه نمیدونم نه دروغ نگم نمیدونم دوست پسر داشت فکر نکنم نه اینجوری البته خود خونه مریم گریه کرد. بیچاره هیچ من یادم نمیره. قشنگترین خاطره بچگیم بود. تا خود خونه بدبخت گریه کرد. مامانش چی نگفت؟ بگم تا یه مدت تو خونه رو سرم اینجوری میبستم اینجوری هیچ که موهای منو نبینه. و مامانش ندید؟ نه فکر نکنم دیگه به روی من نیورد دیگه چون یه مدت با هم قرار بودیم. خب من رو ببینم تو مدرسه شیطون بودی یا آروم بودی؟ مدرسه تنها کسی که تو مدرسه شر بود میگفتن شر اومد. از دیوار میرفتم بالا. خیلی من شیطون بودم. من با بابام رفتم آروم. نه من تو رو خوب چون خودم مثلا اینقدر شیطون بودم تو رو خوب مهار کردم دیگه. تو رو خشم کنترل کردم که شیطون نشی. چیکار می‌کردی حالا تو مدرسه؟ ها؟ چیکار شیطونی می‌کردیم دیگه. من یادم مثلا گفتم 22 بهمن داره میشه. گفتم 22 بهمن گفتم خب بیا کلاسا رو تمیز کنیم دیگه. خودمون بیا تمیز کنیم. هرچه آب بود 100 من ریختم کف کلاس نمیدونستم از این چیزا رو آب نداره. آب تو کلاس جمع شده بود. معلم ما رو تنبیه کرد تا شما رو تو مدرسه نگه داشت. خوش باید کلاس خوش کنه. آره بچونی تو فقط بهمنه. من دیگه اومدم خونه گشنه خوابیدم از خستگی خوابم. حالا من یه سوال مهم دارم. تو که عاشق بودی و با اون کسی که دوست داشتی ازدواج نکردی، بعد که با بابای من ازدواج کردی بابای منو دوست داشتی؟ بابات عاشق من بود. نه سوالم متوجه نشد. نه اصلا کلا بابای تو منو خیلی دوست داشت. خدایی ها بگم منم شاید داشتم دیگه تو همه دیگه نمیتونم. افتخار نیستش که حالا من دارم تو سوال می‌پرسم که تو بابامو دوست داشتی. من میدونم بابای من تو رو دوست داشت. من خودم تو بابای منو دوست داشتی. داشتم حتما دیگه. تو بودی اومدی دیگه خیلی دوستش داشتم حالا چون تو بچه بودی اومدی وسط دیگه فاصله افتاد بین زن و شوهر بیشتر دوست داشتی. نه کلا خب نه دوست بابات خیلی بابای خوبی بود. بله معلومه. دوات چطور شماها توی 11 سالگی میتونستین شیطنت کنین ولی ماها نمیتونستین؟ تو اون موقع میخوای به الان قاطی کنی؟ اون موقع نه گوشی بود نه دنیای مجازی بود. انقدر بیریا با هم کنار هم بودیم خوش بودیم میگفتیم دوستی میکردیم. ما یه بیرو میخواستیم بریم دهن ما رو سرویس میکردیم. اون موقع پسر با یه دختر که رفاقت میکرد با همون یه دونه میمون. نه امروز صبح تو قرار داشته بعد از یکی دیگه قرار داشته باشه. تا کجا میدونستی صبح با من قرار داشته بعد از یکی دیگه قرار داشته؟ خب هست جامعه دارم میبینم دیگه هست دیگه. صبح با یه نفر بعضا با این شب با یه نفر. ما واسه همین چون خودم این کارو کردم دوست نداشتم تو دیگه چیز بشی. چند نفر دوست بودی؟ چند نفر دوست بودی؟ دست در رفته. دوستی بچگی بود. دوستی عشق عاشقی نبود. من یه نفر باید دوست داشتم که اونم بابام اجازه نداد باهاش ازدواج کنم و
دیگه نشد، تموم شد. بعد به ما که رسید دل آسمون تپید. بابا من اصلا این چالش هم نمیخوام. برو بابا. نمیخوای؟ من هر به دلمو زدم. نخواه تو که بهترین دختری الان که